خانم دوستان دخترای عزیزی که میخوان بیاین قابل توجه متأهل بیاین ولی متأهل بیاین. دیدگاه همینه که تو دیتینگ اپ دخترها برندن. دیتینگ لایف تو آمریکا چجوریه؟ ای بابا بازار خوب نیست. کلا خوب نیست بازار که نه، حالا دیتینگ لایف کلا خوب نیست. همه تنهان. این چه وضعیه؟ ببین راستش بستگی داره به نظر من، به خود آدمان بستگی داره، به تایپ کاراکتریشون بستگی داره. مثلا یکی خیلی اوکیه با خارجی ها دیت کردن رو، دوست داره اصلا اکسپلور کنه و یه آماری هم داده بودی ظاهرا برای خانم‌ها خوب بوده توشون. ولی به نظر من، چون برای من تجربه شخصی خودم بگم، حالا تا چیزی دیگه خیلی نمیخوایم خصوصیش بکنیم، دیدگاهت این که مثلا نظرت چیه؟ سخته، آسونه؟ سخته به نظر من سخته. چرا؟ چون که اولا این که خب حالا فرض رو بگیریم که سخت میشه وقتی که تو فرض رو بر این بگیری که طرف بخواد با ایرانی ها دیت کنه. خب سخت میشه. چرا؟ چون که خب جامعه آماری کمه و احتمال این که حالا تو کسی رو پیدا کنی که با اون معیارایی که تو دوست داری و اینا مثلا میت کنه، معیاراتو خب طبیعتا میاد پایین‌تر دیگه به نسبت اون لایف استایل و اون دیتینگی که اصلا توی ایران داشتی. خب ولی اگه بخوای حالا اینکلودینگ خارجی هم توش باشن و محدود نکنی، شاید باز به نسبت اوکی باشه. ولی خب معمولا حالا فرض بگیریم که مثلا با خارجی هم بخوای دیت کنی و اینها، همین دیتینگ اپ دیگه که خود من به شخص خیلی باش حال نمیکنم. یعنی یه جوریه آخه من دیدگاه همینه که تو دیتینگ اپ دخترها برندن. چرا؟ چون بابا میاد اصلا نمیدونم، من حالا یه تجربه بگم که همه حالا یه جورایی تجربه کردن دیگه. اونایی که تو آمریکا زندگی میکنن دیتینگ اپ به گوششون خورده، حداقل سعی کردن ببینن که آقا این چی هستن. من یادمه توی دیتینگ اپی بودم، یه بابایی رو لایک کردم، البته بابا که نه، یه دختر خانومی رو لایک کردم، مچ شدیم. بعد گفتیم بریم حالا یه رستورانی، یه ناهاری، یه شامی چیزی بخوریم. من رفتم تو رستوران، دختر رو پیداش نمی‌کردم. بعد عکسشو نگاه می‌کردم، دور و بر نگاه می‌کردم این دختره کجاست. بعد شاید باور نشه 10 دقیقه 12 دقیقه همینجوری گشتم رستوران. بعد پیام دادم آقا تو کجایی؟ خواهرم نیستی. بعد این گفت که من اینم، که گفتم شما این عکس اینجوری، شما اینجوری. اصلا روم نشد چی بگم. قشنگ کتفیش بود. کتفیش هم بچه یعنی این که شما عکس یه نفر رو میبینید تو دیتینگ اپ، به عنوان مثلا من الان سیما رو اینجا دارم میبینم، بعد میرم تو واقعیت میبینم که این اصلا حسن هم نیست، چه برسه به سیما. اینو میگم بهش اینجوری من این شکلی. آره این میشه کتفیش، که مثلا طرف عکسای خوشگل میذاره که خودش مثلا نشون بده که من خیلی خوبم و فلان و اینا، بعد میری تو واقعیت خیلی فرق میکنه. این معمولا حالا واقعیتی بخوام بگم این واسه دخترها خیلی رایجه که دختر خودشو خوشگل نشون میده تو دیتینگ اپ، تو واقعیت خیلی فرق میکنه. هرچند من برعکسش آقا تا کی ظاهر بنده خدا پسرا خیلی خب آره، بنده خدا پسرا خیلی سادن، نشسته تو خونه داره تلویزیون میبینه، وسطش یه عکس از خودش میگیره میذاره تو دیتینگ اپ. آخه دیگه سادگی هم خیلی، اصلا این طرف عکس گرفته از این زوبین باشی اصلا برادر من یه ذره خودت باشه. واسه همین دیتینگ اپ ترسناکه. حالا من خودم دیگه کلا همون 2 سال 3 سال پیش مثلا هر از گاهی یه خواهری میومد یه لایکی میخوردیم و اینا، دیگه گذاشتم که نه، هرچند شاید باشم چون من پلن داشتم اپلیکیشن بزنم خودم، واسه همین خیلی اپلیکیشن ها رو تست کردم که ببینم چه جوری کار میکنن، الگوریتمشون چه جوری و اینا، که اون دیگه داستانش به کنار. ولی در حالت کلی من به شخصه حس میکنم که پسرها بازندن تو این داستان دیتینگ اپ و دخترها معمولا برنده ترن. اگه دختر هستید
یه مثالم بذار بزنم چون تو مکس کردیم میخوام سند ارائه بدم. من یکی از رفیقام حالا بود دیگه تو دیتینگ اپ، گفتم بیا من اینو دیتینگ اپ رو بیار بذار جلو، ما یکم یه سوایپ رایت بکنیم ببینیم چند تا مچ میگیری. من اولا اینکه تعداد لایک و سوایپ هایی که به دختر میده خیلی بیشتر از پسره. کلا الگوریتم دیتینگ اپ ها اینه که من اینو فهمیدم. مثلا ما 10 تا لایک میکنیم میگه آقا پول بده تموم شد لایکت. دختر میاد 30 تا لایک میکنه اصلا تمومی نداره، همینجوری داره لایک میکنه. بعد من اینو سوایپ کردم دور و بر 20 تا مثلا 25 تا 18 تا مچ گرفت از این 20 تا. مثلا پسر بنده خدا میاد آنلیمیتد پرمیوم اکانت میخره 1000 تا سوایپ میکنه یه دونه مچ هم نمیگیره. واسه همین کلا دخترها خیلی توجه حالا حمله سمتشون بیشتره، واسه همین اونها هم گیج میشن، میافتن توی تله‌ای که اصلا به جای درستی نمیرسه چون تارگت هاست ما باشه. نه اصلا قاطی شده اسم میکنم، تارگت ها معلوم نیست، پسر نمیدونه دنبال چیه، دختر نمیدونه دنبال چیه، قاطی پاتی شده کلا. اونی که باید مچ بشه با آدم مچ نمیشه. من اینو فهمیدم. حالا آره خب یه سری اپلیکیشن ها هستن که همه چی هر دم بیری همه نوع آدمی هم هست توش و خب سخته. چیزایی که میگی تا یه حدی قبول دارم آره، ولی در کل دیتینگ توی آمریکا به نظر من برای ایرانی ها که اگر دنبال شخص ایرانی باشن یه ذره چالش برانگیزه و کمی سخته. خانم دوستان دخترای عزیزی که میخوان بیاین قابل توجه متأهل بیاین ولی متأهل بیاین، نه حالا متأهلم بخواین بیاین، ولی چیزی که هست که حس میکنم حالا نمیدونم توی ایالت ما اینطوریه یا توی ایالت دیگه هم اینطوریه، تعداد دخترای مجرد به حس میکنم به نسبت من کمتره نسبت به پسرا، مثلا تعداد پسرا بیشتره. ایرانی‌ها رو دارم بحث میکنم. داشتم با خودم فکر کردم چرا اصلا این قضیه هست. خب به نظر من یکی از دلایلی که هست، حالا نمیدونم درست یا غلط، صرفا من لاجیک بر اساس لاجیک خودم میگم، خود مهاجرت قضیه سنگینیه، خیلی واقعا چیز سنگینیه، مخصوصا اینکه نصف کره زمین رو سفر کنی بیای مثلا توی آمریکا که تازه ویزات هم سینگل باشه، تازه ندونی که کی میتونی خانواده‌ت رو ببینی برگردی. و به نسبت حالا بعضیا که بگن نه نگاه و جنسیتی نکن و اینها، یه ذره دخترام روحشون لطیفتره، حساستره، بیشتر میترسن از این قضیه و شاید خیلی یا تنهایی نخوان بیان یا اصلا آمریکا رو خیلی برای مهاجرت انتخاب نکنن. دلایلیه که میتونه باعث بشه که به نظر من تعداد دختر مجرد تنهایی که دارن مهاجرت میکنن به آمریکا کمتر باشه. آره موافقم باهات. در کل حالا نمیدونم چیکار میشه کرد، چجوری مشکل حل میشه و انشالله که حالا در آینده نمیدونم، فعلا دارم یه سری فکرایی میکنم. آخه میدونی چیه، ما چون ایرانی هستیم به خاطر یه سری از اتفاقاتی که شاید ربط به سنت و فرهنگ و این چیزا داره یه سری گاردهایی توی یه سری از زمینه‌ها داریم که من حالا خیلی هاشو قبول دارم که باید باشه، ولی توی یه سری جاها هم خیلی زیادی حساسیم، زیادی داریم پیچیده‌اش میکنیم داستان رو. و حالا انشالله که یه روزی من یه راهکاری، یه مسیری رو بتونم پیدا بکنم که حالا اتفاقای خوب بیفته دیگه، نمیدونم.